میخوام تو چند تا اسلاید 0 تا 100 نجاری، رکوبی، برش و آماده شدن یه دونه پاپ باکس دورلمسه رو بهتون بگم. اول از قالب نجاری شروع میکنیم. قالب نجاریش مال زیر و روش میشه 34 در 34. هر 6 سانت این جایی که علامت زدیم هر 6 سانت یه دونه قید میخوره. 6 سانت 6 سانت علامت میخوره. این قسمت رویه پاپ ما میشه، یعنی اینجا دوباره برش میخوره، یه مته سوراخ میشه با چکش این برش میخوره. این برداشته میشه واسه چی؟ واسه در پاپ باکسمون که قسمت زیریش میشه که این موقعی که میفته دیگه بازی نداشته باشه. حالا باز اون بهتون میگم چجوریه. بعد ما اندازه کلیش ارتفاعش باید 40 باشه. الان قید ما 37. این دوتا هم که خودشون دوتا 16 میل MDF که میشه دقیقاً 40 سانت و 2 میل. الان ما میگیم 40 سانت و یه طرفشو چسب میزنیم، یه طرف چوبا رو. اینی که چوبا رو یه طرف، ببین قیدا رو گفتم اون چاکایی که انداختیم روی قالب ما وسط چاک چوبا رو میزنیم. بعد عرضم بوده شما همشون رو باید چسب چوب بخوره که بعداً ول نکنه. وقتی اینا تمام شد برش میگردونیم و قسمت بعدیشو میزنیم. تعداد قید خورش هم خیلی زیاده و این کار فوق العاده محکم در میاد. ادامهش تو اسلاید بعد ببینید. یه طرفشو که کامل چیز کردیم زدیم، این یکی طرفشو سر قیدا رو چسب میزنیم و بعد میریم سراغ بقیه‌اش. خب بعد بقیه‌اش هم دیگه ما میایم این سمتش هم چسب که خورده قیدامون میخواشو میزنیم به همین شکل ادامه میدیم و فقط این اون سوراخ میزنیم با دلر. خب حالا سوراخی که زدیم بعد با اره چکشی این گردی رو در میاریم دقیقا یه خطی که کشیدیم دقیقا همونجا رو ما میاریم گردی رو در میاریم که واسه بالای پاپمون استفاده میشه. این الان شد کلاف پاپ باکسمون که اون حالا گردی هم برداشتیم. این هم از کلافش. بعد این یه آقا ما میایم اول کاری که میکنیم گونی کارو میزنیم. من بگم که این قرمز بعد این گونی هم که اگه سفیده با همون کیفیت گونی قرمزه فقط رنگش رو سفید دادن. گونی سفید قد نازک میشه واسه این کار دمسه میره پایین از این نظر. که تمام شد میریم سراغ یه پلیپو میزنیم واسه اینکه کلا چیزی چوبیه بعد اون اسفنج میاییم. اول پلی رو چسب میزنیم بعد خود کار هم چسب میزنیم و همین چسب خود کار هم چسب میزنیم بعد اینا یه جایی چند ثانیه بعدش چسب میزنیم. اسفنج زدم. به همین شکل میچسبونیم اضافه شد. اینجا تیغ میندازیم و دو تا لبه‌ش رو هم میچسبونیم میره سراغ خط کشی. این همه تیکش هم این شکلی چسب دادیم و به هم میچسبونیم قشنگ و تمام. دور تا دورش رو چسب میزنیم، یه اسفنج سه میبریم، اینم چسب میزنیم، اینو قشنگ میچرخونیم دورش. الان
موقع کشیدن رو بهت میگم یه کامل زیبا رو انجام بده باشید. اینم قشنگ چسب میزنیم به این شکل میچسبونیم ببینید شد اینم بالاش که دیگه ما خط لمسه در میاریم یه 12 اینور یه 12 اینور یعنی لمسه های اینو ما 12 میگیریم اینم باز خطشو میکشیم و بعد اندازه لمسه رو بهتون میدم کار در حال 12 اینور 12 ما رو خط میکشیم به این شکل بعد حالا اندازه لمسه‌اش هم بهتون میدیم یه چوبا رو یه خط میندازیم بعد با سوزن امتحان میکنیم دقیقاً این لمسه ها وسط چوب یعنی پایینش همین شکل چیز می‌کنیم یه خط میکشیم بعد 16 ما لمسه میندازیم اگه دیدیم بیشتر شد کمتر میکنیم یه بار امتحان میکنیم اگه 16 جواب داد نداد یا بیشتر یا کمتر خط کشی تمام شد 16 بین لمسامون شد 12 اینجوری مثلا دو طرف آوریم 12 اینور 12 اونور بعد دیدم که فاصله بین 16 شد بعد حالا بقیه‌شو خالی اسفنجاشو سوراخ خالی می‌کنیم و بعد توضیح میدم دیگه بریم سراغ موضوعش اینم سوراخ‌کاری جای لمس‌ها انجام شد بعد می‌ریم پارچه‌شو می‌بریم و بعد می‌ریم واسه قسمت رکوبیش